با سلام. قراره در این ویدئو یک سری نکات جالب رو درباره سنگ‌ها و سنگ‌های قیمتی بگیم که شاید براتون جالب باشه. پس اگر خواستید با ما همراه باشید. خب دوستان، همونطور که دارید مشاهده میکنید این سنگ به طور کامل نصف شده، یعنی قشنگ یک ترک بزرگه که این سنگ رو به دو قسمت تقسیم کرده. اما نکته جالب اینجا هست که این سنگ آهکی که دو تیکه شده و حتی اینجا هم یه رگه کلسیت هست که قبل از اینکه این رگه وارد این سنگ بشه، این سنگ کاملا شکاف صاف و کاملی داشت، یعنی به طور کامل نصف شده. نکته جالب این هستش که این سنگ زمانی که نصف شده، حالا به وسیله زلزله یا هر عامل دیگه ای، رگه های آب گرم وارد این سنگ شده. اینجا هم البته اینجا هم که این کلسیت های نیمه قیمتی هست یک شکاف بوده، اینم بگم که یک شکاف بوده و این آبهای گرم که وارد شدن بخشی از این سنگ آهک رو تو خودشون حل کردن و به صورت یک جور چسب قیمتی از جنس همین کلسیت رسوب دادن و باعث شدن که این شکاف از بالا به هم بچسبه. یعنی آبهای گرم یه جورای سنگ ها رو احیا میکنن، سنگ هایی که ترک دارن و با مواد معدنی خود همین سنگ ها پر میکنن و باعث بشن صخره‌های خوبی پیدا بشه. دوستان، حالا یک نکته دیگه، وقتی از سمت اصفهان یا تهران به سمت شیراز میاین، همون اتوبان اصفهان به شیراز، اگه دقت کرده باشید کوههایی که طرف آباده و اصفهان هست همه صخره‌ای و سنگی هست، یعنی از پایین تا بالا همش سنگ و صخره است. آیا میدونستید اینا اصلا سنگ یک دست نبوده؟ درسته، اینها همش صخره‌های خورد شده بوده، یعنی سنگ آهک بوده میخواسته کوه بشه و به صخره تبدیل بشه، اما خورد شده، به وسیله عوامل مختلف خورد و به خورد سنگ تبدیل شده. در واقع اینا یک نمونهش همینه. میبینید تمام این رگه های کلسیت نشون میده که این سنگ 1000 تیکه بوده و چیزی که باعث میشه الان ما صخره ها رو صحیح و سالم ببینیم این هست که به خواست خدا رگه های آب گرم اومده و آهک درون این آهک که لابلای این ترک ها و خورده سنگ های آهک هست رو درون خودش حل کرده و به صورت یک چسب از سنگ های کلسیت تو خود همون خورده سنگ ها رسوب داده و این خورده سنگ ها رو مجدداً با این چسب کلسیت به هم چسبونده. اینا کاملا علمی و زمین شناسی است، شما خودتونم میتونید راجبش تحقیق کنید و برای همین است که ما الان صخره‌های مرتفعی رو در جاده اصفهان به شیراز یک قسمت‌هایش میبینیم که در واقع اینا وجود نداشته و اگر این رگای آب گرم نبود ما این کوه‌ها رو به صورت کوه‌های خاکرس و خورده سنگ میدیدیم و نه صخره‌هایی که ماشاءالله ارتفاع خوبی هم داره. خب دوستان، این رو بدونید که رگه های آب گرم برای که سنگ قیمتی تو درز و دروز سنگ ها بسازه و سنگ ها رو، شکستگی های سنگ ها رو به هم بچسبونه، جنس سنگ هرچی که باشه همون میشه. یعنی مثلا اگر سنگ گرانیت باشه یا سنگ هایی که سیلیس داخلشون زیاد هست باشه، این رگه هایی که ترک سنگ رو به هم میچسبونه از جنس عقیق، کوارتز و یک سری سنگ های قیمتی سیلیسی از سیلیس درست شده میشه. و اگر جنس سنگ از آهک باشه به کلسیت تبدیل میشه. یعنی جنس سنگ هر چی که باشه آبهای گرم همون جنس رو درون خودشون حل میکنن و به همون سنگی که از اون جنس هست تبدیلش میکنن که خیلی هاش هم جزو سنگ‌های نیمه قیمتی هست. خب شاید دیده باشید که مثلا یک سنگ آهک سفید که آهن هم داخلش نیست، رگه های آهن هم نداره، یهو یک شکافی داخلش میبینید که با یک رگه آب گرم از این جنس با رسوبات آب گرمی که به این سنگ تبدیل شدن پر شده، سنگ نیمه قیمتی آراگونیت با بلورهای سوزنی شکلش. پس این آهن چیه؟ تا اینجاش درسته که سنگ آهک بوده، ترک برداشته، آب گرم اومده آهکش رو حل کرده و به صورت این بلورهای کربنات کلسیوم از جنس آراگونیت درورده. پس آهن از کجا اومده؟ نکته اینجاست. خیلی از سنگ‌های آهکی که در پایین کوه‌ها قرار دارن رسوبات بین چینه‌ای آهندار دارن، یعنی خاک‌های حاوی آهن روی این سنگ‌ها هست و وقتی آب بارون روی این خاک‌ها میباره مقداری از شیرابه‌های آهن، مقداری از ضایعات آهن، اکسیدهای آهن وارد شکاف‌های سنگ آهکی میشه که از خودش هیچ آهنی نداره و این آهن از خاک‌های سطح اون سنگ آهک زمانی که خاک روش بوده وارد ترک‌های سنگ آهک شده.
و وقتی آب گرم به وارد این ترک ها میشه، این خاک‌های آهن‌دار رو هم تو خودش حل میکنه و سنگ آهکی رو که حل کرده به صورت این و خاک‌های آهن‌دار رو هم به صورت این رگه سنگ نیمه قیمتی حدید سرخ در میاره که شباهت زیادی هم به سنگ مرمر داره. ولی در کل جنس سنگ هرچی که باشه، آب گرم همون رو به سنگ تبدیل میکنه، همون رو حل میکنه و بعد به صورت بلورهای همون سنگ. مثلا گچ، اگر رگه آب گرم سنگ گچ رو درون خودشون حل کنن، به صورت بلورهای سنگ تقریبا نیمه قیمتی ژیپس و سلنیت در میارن. و اگر آهک باشه و سیلیکات ها، همونی هم که مثال زدیم میشه. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. خدا نگهدار.